خب نمایشگاه توی یه سالونی که سالن همایش ها و نمایشگاه اصلی عمانه برگزار میشه. سالن مساحت بزرگی داره، از اون ته هست تا اون ته. اولی آب معدنی برداریم از اینجا. تقریبا میشه گفتش که نمایشگاه رو اگه بخوایم مثلا به 4 قسمت تقسیم بکنیم، یه قسمتش میشه حوزه شرکت‌های اینترنشنالی که در عمان کار میکنن، شرکت‌هایی که شرکت‌های بزرگی هستند مثل خود ودافون یا دل یا شرکت‌های دیگه که اینجا نمایندگی دارن. 1/4 دیگه‌اش رو میتونیم به شرکت‌های دولتی بگیم هستن، شرکت‌های مثل بانک‌های خود عمان یا شرکت‌های زیرساختی و شرکت‌هایی که رو حوزه مثلا اینترنت و توسعه زیرساخت اینترنتی کار میکنن. 1/4 دیگه‌ش هم فکر میکنم به شرکت‌های اینترنشنال بتونیم بگیم که هستند اینجا، که حالا فکر میکنم بیشترم به جنبه نمایشگاهی و صرفاً دکوری دارن، مثل مایکروسافت، AWS یا شرکت‌های دیگه تیپی لینک و اینجور شرکت‌ها. و 1/4 آخرش که شاید برای من از همش جذاب‌تر بود، استارتاپ ها. ما میریم با هم یه دوری میزنیم توی قسمت استارتاپ ها. اینجا رو فقط قبلش بهتون نشون بدم که مسابقه کد دارن اینجا با هم و برنامه‌نویسا دارن روی پروژه‌ای مسابقه میذارن با هم. عمانتل که اپراتور اصلی تلفن همراهه اینجا اسپانسر نمایشگاه و اسپانسر چیزه. اینجا قسمت استارتاپ هاست. استارتاپ ها رو همونجوری که تو کانال تلگرام نوشتم، بیش از نیمی از استارتاپ ها تو حوزه توسعه کسب و کار میکنن که به نظر من خیلی حوزه پوچ و مسخره، یعنی به بقیه اون استارتاپ ها خدمت میدن. این خیلی استارتاپ خوبی بود رنتال. من اونایش که فکر میکردم جالبه رو این صفحه‌شو، این تابلوشون رو توی کانال تلگرام گذاشتم. ولی در اصل اتفاقی که میفته اینه که شما هیچ استارتاپ متفاوت به اون معنی پیدا نمی کنید. خیلی از این استارتاپی که اینجا میبینید کپی برداری هست از استارتاپ های دیگه، ایده های خاصی پیدا نمی کنید. این یه دونه هم که اینجاست و فیزیکی ایرانی البته کار پهپاد میکنن و شرکت های دیگه خیلی که نه، خیلی کم تبع استارتاپ داغه فعلا توی کشورشون. یه تعداد زیادی از این استارتاپ ها شرکت هایی هستن که مثلا یه محصول خارجی رو گرفتن و دارن توسعه میدن روش. یه تعداد دیگه شون روی لوجستیک و مدل‌های دیگه کار میکنن، رو دراپ شیپینگ کار میکنن. و این شاخصه کلی نمایشگاه به معنای واقعی کلمه 1/5 جیتکس داره برگزار میشه، در کیفیت، در مساحت، در ویزیتور و در همه چیز. اما خب بالاخره قدم خیلی خوب و ارزشمندیه و فکر میکنم قدم های اولیه خوبیه برای راه انداختن یه اکوسیستم خوب اینجا توی عمان. دوباره مثل جیتکس هم هست، شنگای یه سری ارائه و اینا هم اینجا داده میشه. و اون قسمت نمایشگاه که حالا اتفاقای دیگه شه که مثل شرکت های بزرگتر و حالا مثلا استارتاپ های بزرگتری هستن که دارن اینجا کار میکنن. عمان کشوری که داره میره سمت اینکه به مسئله تکنولوژی، به مسئله اکوسیستم کارآفرینیش تو حوزه تک اهمیت بده، داره هزینه میکنه تو این قضیه. نه خیلی جنرس و سخاوتمندانه مثل قطر و اینها، اما در هر صورت داره هزینه میکنه و حکومت و مردم دارن فهم میکنن. اما درصد استفاده مردم از استارتاپ ها، از خدمات دیجیتال، از دولت الکترونیک و اینجور
چیزها به شدت فعلا پایینه و شاید خیلی از دبی عقب‌ترن، از ایران عقب‌ترن، از کشور منطقه تو این قضیه عقب‌ترن، ولی خب دولت داره سعیشو میکنه که فرهنگ سازی بکنه تو این قضیه. ممنونم از همراهیتون. فعلا خداحافظ.